بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند. امیدوارم که حال احوال همگی شما دوستان دهمی عزیز خوب باشه. در قسمت جدید میخوایم با رسم معادله درجه دوم آشنا بشیم. معادله درجه دوم همونجوری که در جلسات گذشته با شکل استانداردش آشنا شدیم، گفتیم به صورت y مساوی است با ax2 به علاوه bx به علاوه c مساوی 0 که ما در معادله درجه دوم همیشه باید ضریب x2 مون عدد a صفر نباشه، چون که اگر مقدار a مساوی 0 بشه x2 از بین خواهد رفت و معادله به شکل معادله درجه اول تبدیل خواهد شد. خب امروز میخوایم با نحوه رسم معادله درجه دوم آشنا بشیم که چجوری میتونیم معادله درجه دوم رو رسمش بکنیم. خب همونجوری گفتیم صورت استاندارد معادله درجه دوم به این شکل y مساوی است با ax2 به علاوه bx به علاوه 3. برای رسم معادله درجه دوم ما یه روش کلی داریم که با این روش کلی میخوایم شما رو با نحوه رسم معادله درجه دوم آشنا بکنیم. خب این کار رو در چند مرحله انجام میدیم. به این مراحلی که خدمتون ارائه میدم خوب توجه کنید که مرحله به مرحله که من براتون دارم توضیح میدم با نحوه رسم معادله درجه دوم خیلی خوب آشنا بشید. خب مرحله اول میگیم که با توجه به این که اگر a یعنی ضریب x2 در معادله درجه دوم نباشه، معادله به شکل معادله درجه اول در میاد، پس میتونیم نتیجه بگیریم که اولین مرحله برای رسم معادله درجه دوم تعیین علامت آ. خب آ نقش مهمی رو تو معادله درجه دو داره بازی میکنه. اگه نباشه، نبودنش باعث میشه که معادله از حالت درجه دو خارج بشه. خب پس طبیعتاً بودنش نقش مهمی در تعیین علامت و تعیین رسم معادله درجه دو برای ما بازی میکنه و خیلی میتونه ما رو کمک بکنه. خب پس میگیم که این مقدار آ هیچ موقع نمیتونه صفر باشه. مقدار آ هیچ موقع صفر نمیتونه باشه. خب اگه صفر نباشه چند تا حالت دوستان عزیز پیدا میکنه؟ دو حالت پیدا میکنه، یا مثبت یا منفیه. خب پس مقدار آ یا مثبت خواهد شد یا مقدار آ منفی خواهد شد. اگه مقدار آ مثبت باشه، شکل کلی معادله درجه دو به این صورت میشه. پس اگر در معادله درجه دو که آ هیچ موقع نمیتونه صفر باشه، گفتیم که اگه آ صفر باشه از حالت درجه دو معادله خارج میشه، دو حالت پیدا میکنه، یا آ مثبت یا منفیه. اگر آ مثبت باشه شکل کلی معادله درجه دو اینجوری میشه، به این صورت میشه. خب اگر آ منفی باشه، یعنی به این صورت باشه، شکل کلی معادله درجه دو به این صورت میشه. خب میخوایم یه روشی رو یاد بگیریم دوستان عزیز با هم که این یادمون بمونه که چه موقع وقتی که آ مثبت شکل اینجوریه، وقتی آ منفیه شکل به این صورته. خب میگیم که اگر آ مثبت باشه یعنی که آ ما بچه مثبته. اگر آ بچه مثبت باشه اینجوری میشه شکلش. اگر آ بچه منفی باشه اینجوری میشه. اگر آ بچه مثبت باشه دستاش به سمت بالاست و اگر آ بچه منفی باشه دستاش به سمت پایینه. یعنی میتونیم بگیم که اگه آ بچه مثبت باشه داره دعا میکنه و دستش به سمت بالاست و اگه آ بچه منفی باشه دستش به سمت پایینه. اینجوری اون گوشه ذهنتون بهتر نقش میبنده این دوتا حالت و بهتر تو ذهنتون میمونه. خب پس ما این دوتا حالت رو در نظر گرفتیم که آ یا مثبت یا منفی، که این دو حالت شکل‌های معادله درجه دو خواهد شد. خب این دو نقطه‌ای رو که دوستان عزیز در شکل می‌بینید، این دو نقطه، به این نقاط میگیم نقاط رأس سهمی.
به این دو نقطه میگیم نقاط رأس سهمی. خب کلا این شکل‌ها رو میگیم شکل‌های سهمی. شکل کلی معادله درجه 2 رو میگیم سهمی، اسمش رو میگیم سهمی. به این نقاط میگیم نقاط رأس سهمی، به این دو نقطه میگیم نقاط رأس سهمی که با اس نشون داده میشه. پس این دو نقطه نقاط رأس سهمی هستن، چه تو آی مثبت چه تو آی منفی. خب میگیم که تو مرحله اول پس اومدیم مقدار آ رو مشخص کردیم، گفتیم که آ اگر مثبت باشه دست به سمت بالاست، اگه آ منفی باشه دست به سمت پایینه و آ رو مشخص کردیم. تو مرحله دوم، در مرحله دوم میگیم که مختصات نقطه رأس سهمی رو که اس بود رو مشخص میکنیم. خب اگه شکل کلی ماده درجه 2 به این شکل باشه، مختصات اس یعنی طول رأس سهمی و عرض رأس سهمی، خب مشخصا اگه این نقطه در محورهای مختصات یعنی رأس سهمی رو ما در محورهای مختصات تصور بکنیم که طول داره یه عرض داره، میخوایم طول عرضش رو پیدا بکنیم. طول رأس سهمی که x باشه میشه منفی b بر روی 2، عرض رأس سهمی که y باشه میشه منفی دلتا بر روی 4a. این دوتا رو حفظ کنید، تو ذهنتون باشه که خیلی استفاده داره. خب پس طول رأس سهمی میشه x مساوی منفی b بر روی 2، عرضش میشه y مساوی منفی دلتا بر روی 4a که ما این شد مختصات رأس سهمی. رأس سهمی که تو ذهنتون هست، رأس سهمی همین دو نقطه‌ای بودن که اینجا برای شما مشخص کردیم که مختصاتش از این دو رابطه به دست میاد. پس این مرحله دوم. توجه، نقطه رأس سهمی نقطه‌ایه که محور تقارن سهمی از این نقطه رد میشه. این محور تقارن سهمی. محور تقارن گفتیم خطیه که اون خط نمودار رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. محور تقارن سهمی به این شکل. خب پس نقطه رأس سهمی نقطه‌ایه که محور تقارن سهمی از روی این نقطه رد میشه. محور تقارن سهمی از روی این نقطه رد میشه. پس چه نتیجه‌ای میتونه بگیریم دوستان عزیز؟ میتونیم نتیجه بگیریم که معادله محور تقارن سهمی برابر خواهد شد با x مساوی منفی b بر روی 2a. فکر میکنم متوجه شده باشید. چرا؟ چون که طول رأس سهمی مساوی منفی b بر روی 2a بود. اگه این طول رأس سهمی باشه یعنی این نقطه باشه، پس معادله این خط که موازی با محور ایگرگ کشیده شده میشه همون معادله این مختصات این نقطه‌ای که از این نقطه داره رد میشه که x میشه منفی b بر روی 2. پس ما نتیجه گرفتیم که در مرحله 2 نتیجه گرفتیم که مختصات رأس سهمی از این دو رابطه به دست میاد و معادله محور تقارن میشه این. دوستان عزیز، این مراحلی که داریم با هم دیگه میریم جلو تمامی خواصی از نمودار معادله درجه 2 یعنی همون سهمی هستن که میخوایم با دونستن این خواص شکل معادله درجه 2 یعنی همون نمودارش رو یعنی رسم معادله درجه 2 رو پیش بینی بکنیم و بعد قادر بشیم که بتونیم حلش کنیم، یعنی رسمش بکنیم معادله درجه 2 رو. خب پس تو مرحله اول گفتیم که روی آ بحث کردیم، گفتیم اگه آ مثبت باشه دست به سمت بالا میشه، اگه آ منفی باشه دست به سمت پایین میشه. بچه مثبت دستش به سمت بالاست، بچه منفی دستش به سمت پایینه. و اگر بخوایم تو مرحله دوم اینو پیش بینی بکنیم میگیم مختصات رأس سهمی که اس باشه طولش از این رابطه به دست میاد و عرضش از این رابطه به دست میاد و همچنین معادله محور تقارن سهمی از این رابطه به دست میاد که همون محل برخورد این محور تقارن با محور x هاست، میشه معادله این خط. خب این مرحله شماره 2. در مرحله شماره 3 خب این مختصات نقطه رأس سهمی هستن. این دو تا نقطه نقاط رأس سهمی بودن که به این شکل مشخص شد. خب در مرحله شماره میگیم که به دست آوردن b، یعنی ما در مرحله شماره 3 میخوایم b رو به دست بیاریم. خب تو معادله درجه 2 b همون ضریب x بود، یعنی اگه ما معادله درجه 2 رو دقت بکنیم b میشه ضریب x. خب پس مرحله سوم برای پیش بینی
معادله درجه دو که شکلش به چه صورتی میشه، یعنی همون سهمی که میخوایم بکشیم و همون رسمی که میخوایم انجام بدیم، پیش بینی بیه که بی چجوری به دست میاد، یعنی بی چه علامتی داره و چجوری میشه مقدارش. خب همونجوری که در مرحله قبل گفته شد، طول نقطه رأس سهمی از این رابطه به دست میاد، یعنی ایکسش از این رابطه به دست میاد. پس چون تو این رابطه ما بی داریم، میتونیم برای دونستن مقدار بی از این رابطه کمک بگیریم. حالا تو مثال هایی که در آینده، یعنی در ادامه این بحث برای شما میزنم، این کاملا براتون جا میفته که چجوری میتونیم با از این رابطه برای پیش بینی بی استفاده بکنیم. یا اینکه یه راه حل تستی هم داره، از چپ به راست در نمودار به سی نزدیک میشیم. سی چیه؟ این مقدار ثابته و شیب نمودار علامت بی خواهد بود که اینم بازم تو مثال براتون توضیح میدم. خب مرحله چهارم به دست آوردن سیه، یعنی همون ضریب ثابت تو معادله درجه دومه. پس ما در مرحله اول اومدیم آ رو مشخص کردیم که چه علامتایی داره. در مرحله دوم مختصات رأس سهمی رو مشخص کردیم که x و y داشت، مختصات s رأس سهمی. و در مرحله بعدی، در همون مرحله دوم اومدیم محور تقارن سهمی رو گفتیم معادلش چی میشه. در مرحله سوم اومدیم گفتیم که مقدار b رو میخوایم پیش بینی بکنیم و با توجه به اینکه در معادله در مختصات رأس سهمی، یعنی طول رأس سهمی، مقدار b داریم، میتونیم برای پیش بینی b از این رابطه کمک بگیریم و b رو به دست بیاریم. مقدار b رو میتونیم پیش بینی بکنیم. یعنی این راه حل تستی هم داره که اینو توی مثال براتون توضیح میدم، این که چجوری از این شیب میتونیم کمک بگیریم. در مرحله چهارم به دست آوردن سی، یعنی مقدار ثابت در معادله درجه دوه. خب میگیم که ضریب ثابت یعنی همون سی توی معادله درجه دو وقتی میخوایم رسمش بکنیم، محل برخورد اون معادله درجه دو با محور ایگرگ هاست. پس دوستان عزیز، مقدار سی یعنی مقدار ثابت تو معادله درجه دو همون محل برخورد نمودار معادله درجه دو با محور ایگرگ هاست. پس مرحله اول پیش بینی آ بود، مرحله دوم مختصات رأس سهمی بود و معادله محور تقارن، مرحله سوم پیش بینی بی بود و مرحله چهارم یعنی مرحله آخر پیش بینی سی بود. دوستان عزیز، انشاءالله در جلسه بعد این مراحلی که با همدیگه بهش اشاره کردیم رو میخوایم در قالب یه چند تا نمونه مثال کار بکنیم و ببینیم که از این 4 مرحله چجوری در قالب مثالی که برای شما زده میشه استفاده میکنیم. در جلسه بعد با ما همراه باشید.